بدرفتاری کودک 3 الی 6 ساله وسط جمع. اگر شما کودک 3 الی 6 ساله دارید و وسط جمع بدرفتاری کرده، کارهایی که شما به عنوان والد نباید انجام دهید: 1. داد زدن. 2. خجالت دادن جلوی دیگران. 3. تهدید یا تنبیه سنگین. در این سن کودک هنوز مهارت کنترل احساساتش کامل نیست، پس واکنش شما خیلی اثرگذارتر از تنبیه است. قدم‌های طلایی: 1. آرامش خودت. نفس عمیق بکش. صدات آرام باشه. هرچقدر والد آرامتر باشه، کودک سریعتر آرام میشه. 2. تذکر کوتاه و محترمانه. فقط یک جمله کوتاه بدون توضیح طولانی: الان این رفتار درست نیست، بعداً صحبت میکنیم. میدونم ناراحتی، اما باید با احترام رفتار کنیم. 3. فاصله کوتاه. کودک را از جمع به مکانی آرام منتقل کن. بعد که آرام شد، میخوای به هم بگی چی شده؟ دفعه بعد چطور بهتر رفتار کنیم؟ نکات ویژه 3 الی 6 ساله: جملات کوتاه و ساده باشد. توضیح طولانی گیجش میکند. از جملات مثبت و محبت آمیز استفاده کن. بازی یا جایزه کوچک بعد از آرامش اثر بسیار خوبی دارد. والد عزیز، یاد بگیرید اصلاح رفتار وسط جمع نیست، بعد از آرامش اتفاق میفته. رابطه شما همیشه مهمتره.